درود عشق و نور، فاطیما هستم. داری به مدیتیشن سپاسگزاری و ارتباط با مادر زمین توی کانال شخصی من به نام شفای جسم و روح گوش میدی. به نام خالق عشق، خالق زیبایی ها، به نام خالق نور، خالق جان، به نام خالق آگاهی، خالق فرشتگان مقرب جبرئیل، میکائیل، رافائل. چشماتو ببند، یه نفس عمیق بکش و آروم یه بازدم عمیق. هر بار که دم میگیری نور و آرامش وارد بدنت میشه. و هر بار که بازدم میکنی سنگینی ها و خستگی ها رها میشن. به نفس برگرد، یه دم عمیق دیگه نگهدار. حالا یه بازدم عمیق. تصور کن کف پاهای تو ریشه های نورانی داره. این ریشه ها آروم به سمت پایین میرن، از خاک عبور میکنن، از سنگ ها، از لایه های عمیق و به قلب درخشان مادر زمین میرسن. زمین مثل خورشیدی سبز و صورتی توی عمق خودش داره میدرخشه. هر تپش قلب مادر زمین موجی از عشق و امنیت به همه فرزندانش میفرسته. تو به این قلب وصل شدی. با قلبت خطاب کن: مادر عزیزم، از تو سپاسگزارم برای خانه‌ای که برای ما ساختی. برای کوه‌ها که ایستادگی رو یادم میدن. که جریان زندگی رو نشونم میدن. برای جنگل ها که پر از نفس و حیاتن. برای بیابون ها که صبر و سکوت رو به من می‌آموزن.
بهش بگو مادرم، ممنونم برای بارونی که روحم رو تازه میکنه، برای نسیمی که صورتم رو نوازش میده، برای خاکی که دستامو تو خودش میگیره، و برای گلهایی که با زیباییشون شادی رو به وجود من به ارمغان میارن. سپاس برای پرندگان که آوازشون روح منو بیدار میکنه. سپاس برای ماه و خورشید که شب و روز رو برای من آفریدی. سپاس برای ستاره ها که توی تاریکی راهنمام میشن. سپاس برای هر دانه‌ای که روییدی، برای هر درختی که سایه‌شو به من بخشیدی. احساس کن که قلبت پر از نور طلایی میشه. این نور از درون تو میدرخشه، بالا میاد، گسترده میشه و با عشق از قلبت به سمت قلب مادر زمین جاری میشه. این نور هدیه توست، هدیه ای از سپاسگزاری بی پایان تو. حالا مادر زمین پاسخت رو میده. از قلبش موجی سبز و صورتی بالا میاد، وارد ریشه های تو میشه، از پاها بالا میاد، به شکم، به قلب، به گلوت و تمام وجودت رو پر از آرامش و عشق مادرانه میکنه. در این لحظه با صدای آروم بگو: مادرم، من متعهد میشم همیشه به یاد تو باشم. در هر قدمی که برمیدارم، در هر جرعه آبی که می نوشم، در هر
عزایی که از بخشش تو به من میرسه. من سپاسگزارم. من فرزند آگاه تو هستم. حالا شروع کن چند تا نفس عمیق بکش. احساس کن تو و مادر زمین یکی شدین. هیچ جدایی وجود نداره. فقط عشق، فقط سپاس، فقط اتصال. حالا دستت رو بذار روی قلبت. با عشق بگو: مادر زمین، سپاسگزارم. تو همیشه پشتیبان منی و من همیشه عشق و سپاسم رو برای تو میفرستم. با قلبی باز، با عشق خود به مادر زمین ازش تشکر کن، قدردانی کن برای عشق بی قید و شرطی که همیشه برای ما فرستاده. حالا میخوام یه نفس عمیق دیگه بکشی. کم کم آگاهیت رو به بدنت برگردونی. آروم آروم انگشتاتو حرکت بده. شونه هاتو باز کن و وقتی آماده بودی چشماتو باز کن. با قلبی سرشار از سپاسگزاری، با وجودی سبکتر و روشن‌تر که پر از عشق و نور به مادر زمین هست. اگه ارتباط خوبی با این مدیتیشن گرفتی، لطفاً از من حمایت کن تا کارگزاران نور در سیاره زمین باشیم، در عشق و نور الهی باشیم.